بله، این خلاصه بود از آنچه که حاج آقای هدایت عزیز در برنامه قبل فرمودن و ازشون یاد گرفتیم. انشالله بحث رو در محضرشون ادامه خواهیم داد. آقا سلام عرض کردم، خیلی خوش آمد. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیزم، انشالله موفق باشین. عزاداریاتون قبول باشه. ما الان بین دو فاطمیه هستیم و میدونم که همه عزیزان برای مادر همه جور که بتونن عرض ادب میکنن. چقدر خوبه که یه پرچم کوچیکی نماد برای شعار عزای حضرت زهرا هم دم در خونمون داشته باشیم، غیر از پیرامشکیایی که عزیزان پوشیدن برای ایام فاطمیه. این ایام نشون بدیم که ما عزادار مادرمون هستیم و کودکان عزیز غزه رو فراموش نکنیم. ما باید به همه عالم نشون بدیم ما شبیه مادرمون فاطمه زهرا هستیم. فکر همه هستیم. حضرت زهرا برای همه مادری میکردن. چجوری با اشک و آهشون حتی دشمن خودشون رو هم ادب کردن و چجوری حتی برای زنان مدینه دل سوزاندن. تو اون خطبه‌ای که حضرت برای خانمای مدینه صحبت کردن، وقتی توی بستر قرار گرفته بودن فرمودن خانوما من دلم میسوزه، مردای شما اگر دست بیعت با امیرالمؤمنین داده بودن همه الان وضعیت شما این نبود. خیلی زیباست. حالت مادری این خصوصیت اصلی شیعه است. برای همه عالم مادری کنیم، پدری بکنیم. آره، خوبی بخوایم برای همدیگه، برای دیگران. و خیلی ممنونم آقای عزیز. ما بحثمون خیلی ریشه‌ای عنوان بحث ما امام یاوران هست. اما هنوز شاید خیلی به وضوح به این بخش امامت هنوز خیلی ورود نکردیم. ما بحثمون رو اساسی از بحث توحید شروع کردیم و رسیدیم به انبیا و فکر می‌کنم هنوز توی این مرحله هستیم همچنان. درسته؟ ببینید دقیقاً میخوام بگم انبیا خودشون امام یاوران هستن. یعنی تمام انبیا، ما چون پایان جلسه گذشتمون به جریان کربلا رسیدیم. بله. و اینکه یا لیتنا کنا معکم رو فقط توی زبان نباید بگیم، همین الان وارد میدان بشیم. ما همین الان میتونیم تو جبهه امام حسین علیه السلام باشیم و در برابر طاغوت زمان بجنگیم. من تفسیرم این گونه است که همین امروز تمام اون مستضعفینی که جلوی مستکبرین عالم دارن می ایستن، محکم وایسادن، اینها به یه نوع یاوران امام حسین علیه السلام هستن. توی این مکتب قرار گرفتن. چه ایمانی باعث میشه که پدر کودک فلسطینی کودک خودشو بلند بکنه، بگه الحمدلله رب العالمین، همین که خون این کودک من باعث شد بتونیم جلوی جبهه استکباری که اومده قدس رو تصرف کرده، اومده قبله اول همه ما مسلمونا رو اشغال کرده، وایسیم خون دختر من، خون فرزند من باعث بشه اینها رسوا بشن، برای من کافیه. خب این در واقع داره تو مکتب امام حسین علیه السلام نفس میکشه. یعنی اینکه انبیا و امامان آمدن برای مبارزه و مقابله با طواغیت، چون طواغیت درست نقطه مقابل توحید و خدای بزرگ و مهربان هستن، برای مبارزه با اونها اومدن. و الان هر کس در طول تاریخ و الان در این مسیر بوده و هست، در واقع پیروی داره میکنه از روش انبیا و امامان و محورش هم خود وجود نازنین امام حسین علیه السلام. بله. که ما معتقدیم اوج داستان، اوج مبارزه و اون تقابل جدی با جبهه طاغوت امام حسین علیه السلامه که خود امام زمان علیه السلام ناحیه مقدسه رو دیدین دیگه. بله. لو کان معک فی الطفوف، اگر تو صحرای کربلا با تو بودم جان خودم رو فدای تو میکردم. حشاشه‌ای اگر باقی مانده ای از جانم میمون همونم فدای تو میکردم. یعنی خود امام زمان خودش رو تو این جبهه داره تعریف داره میکنه. جالبه که خیلی از مجاهدان عالم، خیلی از کسانی که در برابر ظالمان، طواغیت، ستمگران مقابله کردن، مبارزه کردن، گروه ها و قیام هایی رو به پا کردن، اصلا شیعه نیستن، اصلا مسلمون هم نبودن، اما خودشون عنوان کردن که ما از حرکت امام حسین الگو گرفتیم، پیرو این مکتب هستن. آره. همینا پیرو واقعی هستن. در واقع اونایی همینه. که هدف امام حسین رو خوب فهمیدن، این جریان رو خوب درک کردن و خوب دارن همراهی میکنن با اصل این مکتب. حالا بعضا این کلیپایی هم که داره منتشر داره میشه، مادر فلسطینی رو من دیدم تصویرشون نشون داد که اسم امام حسن و امام حسین رو بله. و گفتش که همین بچه‌های ما فدای اونها.
ببینید آقای قوامی عزیز، همین مستکبرین عالم بودن که اجازه ندادن اون حقیقت وجود اهل بیت توی عالم خوب منتشر بشه. و اگر یه روزی بیاد که جبهه حق، جبهه مقاومت پیروزی نهایی رو پیدا بکنه، من به شما خواهم گفت که چگونه مکتب اهل بیت، پرچم اهل بیت عالمگیر خواهد شد. تمام قربت اهل بیت و مظلومیت اهل بیت و اینکه اهل بیت خوب تو عالم شناسانده نشدن، وجود همین مستکبرینه. اینها باید از بین برن و ان شاء الله خواهند رفت. یه سوال بپرسم. خواهش می‌کنم. مثلا گاندی که میاد اون مبارزه رو میکنه و هند رو از سلطه انگلیس خارج میکنه، یکی از همرزمان امام حسین، یکی از امامیاورانه در واقع. قطعاً همینجوره، قطعاً همینجوره. ولو اینکه همین ایشون زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه امروز ما چقدر شیعه و چقدر بچه‌هایی که کاملاً با مکتب اهل بیت آشنا هستند، فدایی این مکتب هستن، رشد بکنن. گاندی یک مانع رو برداشت، یک قدم به سوی حق گذاشت. همین قدم باعث شد چقدر پیروان حقیقی مکتب اهل بیت تربیت بشن. امروز در سراسر دنیا من یه باز تصاویری داره منتشر میشه از تحلیل‌های خوب اساتید دانشگاه بزرگ دنیا، که دارن میگن بیداری تشیع در عالم فراگیر خواهد شد، شیعه‌گری فراگیر خواهد شد. این بیداریه به همه جا سرایت میکنه و این واقعا قدم بعدی. بعد از انقلاب اسلامی ایران واقعا این اتفاق افتاده و علت این همه دشمنی آمریکا و مستکبران عالم با انقلاب اسلامی ایران هم اصل اساسیش همینه. میگن اگه شما فقط مال خودتون بودید ما با کار شما کاری نداشتیم، ولی شما دارید به همه جا صادر میکنید این دیدگاه. وقتی که میبینن که دولت شیعی جمهوری اسلامی ایران اینجوری داره فدا میکنه همه امکانات و هزینه‌هایی برای نجات مسلمانای عالم، ما واقعا مرزمون ایران نیست. میدونید مرز ما، شهدای ما به ما یاد دادن، شهید حاج احمد متوسلیان به ما یاد داد که مرز ما هر جایی است که کلمه لا اله الا الله گفته می شود. مرز ما هر مستضعفی است که زیر چکمه طاغوت داره فریاد یا اسلاما و مسلمان ها میگه او داداش ماست، او عزیز ماست و ما از او دفاع میکنیم. خب اینو از انبیا یاد گرفتیم. همینجا میخوام الان این جمله رو براتون بخونم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. چرا تو زیارت وارث به امام حسین اینجوری خطاب میکنیم؟ وارث آدم، وارث نوح نبی الله، وارث ابراهیم خلیل الله، وارث موسی کلیم الله، وارث عیسی روح الله. السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، وارث علی ابن ابی طالب. ببین امام حسین علیه السلام چه ارثی از همه انبیا و اولیا، از پیغمبر اکرم، از امیرالمؤمنین، از داداش جونشون امام حسن گرفتن. چه ارثی گرفتن؟ همین ارث. یک، تلاش برای ایجاد حاکمیت اسلام، حاکمیت قرآن و مبارزه با طاغوت. اوج این جریان میشه امام حسین و تمام ائمه بعد از امام حسین همین مسیر امام حسین رو، همین پرچم امام حسین رو، همین خون امام حسین رو امتداد دادن تا امروز ما. چون امیرالمؤمنین رو عقب زدن از حاکمیت اسلام، چون که امیرالمؤمنین میخواست حاکمیت خدا رو روی عالم نشون بده، عقبش زدن. عده‌ای اومدن غصب کردن این حاکمیت رو. فاطمه زهرا اومدن خطبه فدک خوندن، اومدن گفتن چرا دارین حق رو میخورید؟ چرا ارث واقعی پدرم رو از من گرفتین؟ به یه حقایقی هم حالا ان شاءالله بعداً جلسات آینده توضیح میدم، حقایقی که مردم بتونن بفهمن. بگم ببین این آدم این قصب رو میکنه، بعد اون قصب بالاترم انجام میده. دست طاغوت رو کردن. دقیقاً پسرشون امام حسین همین حالت رو از مادر ارث گرفتن، تو کربلا اومدن. منو به چه جرمی میخواین بکشید؟ به نظرم اصلا قیام من چه ظلمی کردم حسینی امتداد قیام فاطمی. دقیقاً همینه. ارث از مادر گرفته. لذا خود از زهرا سلام الله علیها فرمودن که فدک ارثیه بچه هامه. منظورم باقی نبود، منظور پرچمی بود که حضرت زهرا به بهانه فدک بلند کردن. همون جریان فدک شد کربلا. همون که حضرت زهرا سلام الله علیها جلوی قاسب فدک وایسادن، فرمودن چرا شما دروغ گفتین؟ چرا شما آیات قرآن رو عمل نمی کنید؟ چرا انبیا از پدرشون ارث میبرن، من از پدرم ارث نبرم؟ همین جریان شد کربلا، کلمات زیبای ابا عبدالله الحسین.
و جانم فداشون بشه زینب کبرا سلام الله علیها. یه بار براتون میگم راوی کل این جریان زینب کبراست. اصلا زینب کبرا راویه، اصلا راویه. جهاد تبیین و روایتگری رو کسی میخواد خوب یاد بگیره فقط باید شاگردی بکنید تو مکتب حضرت زینب سلام الله علیها. 3 سالشونه روایت میکنن خطبه فدک مادرشون رو. ان شاء الله جلسه شب شهادت براتون توضیح میدم. بنازم به این دست پرورده حضرت امیرالمومنین فداشون بشن. خب پس سوال این شد چه چیزی به ارث رسیده؟ این آیه قرآن ولقد بعثنا فی کل امة رسولا. همه انبیا از آدم تا خاتم اومدن همین یه جمله، همین یه موضوع رو محقق بکنن، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقط بندگی خدا رو بکنید، از خدا اطاعت بکنید، با طاغوت مبارزه بکنید. طاغوت کیه؟ هر کسی میگه انا ربکم الاعلی. فرعون گفتش که من همه کاره هستم، به حرف من گوش بدید. خداوند متعال فرمود سبح اسم ربک الاعلی، رب الاعلی خداست، ما فقط حرف اون رو گوش میدیم. همه انبیا همه یه جمله رو دارن، این جمله رو حفظ بکنن، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. هیچ کسی اله شما نیست، از هیچ کسی حساب نبرید، فقط از خدا حساب ببرید. و چون از خدا حساب میبریم، حرف هر کسی رو که حرف خدا رو داره به ما انتقال میده اونو ازش حساب میبریم، چون حرف خدا رو داره به ما میزنه. آقا میخواین برای تیمم و تبرک برای همین آیات رو ما بشنویم، با هم دیگه مرور بکنیم آیات. و من به شما بگم این آیات چون خیلی هم پرتکراره، اصلا من اینجا عددش نوشتم 15 بار 14-15 بار این جمله تکرار شده. یکی از آیات رو با هم دیگه زمزمه‌ای بکنیم و برگردیم و توضیحات شما رو بشنویم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 59 سوره مبارکه اعراف رو پخش کردن. بله. حضرت نوح از مردم میخواد که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. شما بندگی خدا رو بکنید، حرف خدا رو گوش بدین، از هیچ کسی غیر از خدا حساب نبرید. شما آزادید، فقط بنده خدا باشید. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اگر بخواید برید زیر بار طاغوت و حرف دیگران و از اونها بخواید حساب ببرید، زندگی دنیاتون سخت میشه. همین سختی ادامه پیدا میکنه، آخرتتون هم خراب میشه. خسرت دنیا و آخرت. لذا ما معتقدیم اونایی که از طاغوت میترسن دنیای شیرین ندارن، دنیاشون همیشه ننگه، ذلت اطاعت طاغوت تو دنیاشون هم کشیده. خب سوال بعدیمون این میشه ابزار مبارزه انبیا با طاغوت زمانشون چی بوده؟ گفتیم اصل کار انبیا این بود یه حاکمیتی تشکیل بدن، زندگی زیبا رو به مردم نشون بدن. هر کس هم میخواد جلوی این زندگی زیبا رو بگیره جلوشو بگیرن. با چه سلاحی؟ ابزارشون چی بوده؟ یه کلمه براتون میگم شاید تعجب بکنید. معجزه. عجب. معجزه معمولا اینجوری بیان میشه، معجزه اون چیزیه که دیگران از آوردن مثلش عجز دارن، عجز رو میبرن رو مردم. نمیدونم چرا اینجوری داره تفسیر میشه. عجز رو دشمنان انبیاست. انبیا یه ابزاری داشتن به نام معجزه که سلاح دشمنو از کار مینداخت. مثال براتون بخوام بزنم که الان یه لحظه، چون که الان طوفان الاقصی رو حس کردن افراد، ببین این بنده خدا آدم، ببخشید میونم کلامتون، آدم برای معجزه، من خودم اینجوری فکر می‌کنم، اینجوری فکر می‌کنه که پیامبران برای اثبات حقانیت خودشون معجزه‌ای می‌کردن که به طرف مقابل بگن آقا دیدین حق بود مثلا. این لوازمشه. این وقتی که انبیا یک سلاح عظیمی رو میارن که طاغوت زمان نمیتونه باش مقابله بکنه، عجز میاره، طاغوت زمان و دست و پای طاغوت زمان رو میبنده، همین داله بر حقانیت اونه که یک حقیقتی رو اومد آشکار کرد که همه طاغوت که اینقدر دارن تلاش میکنن که بتونن با اون ابزار همه رو ذلیل خودشون بکنن و از بین برد. یعنی با این وسیله طرف مقابل رو شکست میده در واقع، بعد حقانیت خودش اثبات میشه. چجوری؟ وقتی خدا رو داره نشون میده. ببین انبیا هیچ وقت به خودشون دعوت نمیکردن، نمیگفتن مردم ببین من چقدر قدرت دارم زدمش زمین، نمیگفتن من زدم، نمیگفتن به اذن ربی، ربو ببین، احیی الموتی
به اذن ربی، خداستا، من دست خدا هستم، من فرستاده او هستم، من میخوام اونو نشون بدم، اینو دارم نشون میدم. ببین این آینه است. معجزه یک عظمتی داره که همه دشمن رو به عجز میاره و بعد آینه قدرت خداست، آینه حقانیت خداست. مردمی که چشمشون به پایین بود، هی داشتن از این استکبار میترسیدن و هی اینجوری میکردن، یه مرتبه سرشون بالا میره، به آسمان نگاه میکنن، میگن باید در برابر تو سجده بکنم. اینا کی بودن منو مشغول خود اینقدر عمر ما رو تلف کردن؟ یه چیزی تو پرانتز بگم، یه چیز در واقع درس اخلاقی این وسط میگیریم ماها. چقدر خوبه همه ماها تو زندگی این فرمول رو اجرا کنیم. کار خیری میکنیم، نمیدونم دست کسی رو میگیریم، کمکی به کسی میکنیم، هر کار خیری که میکنیم طرف مقابل از من که تشکر کرد که از من چه تشکر کنی؟ آره، کار خدا بودا، کار خدا بود، من وسیله بودم. آفرین. این لطف خدا بود، آفرین. از خدا. یعنی او رو متوجه خدا بکنیم، نه متوجه خودمون. به این میگم معجزه. این خودش یه سطحی از معجزه آره، است. ببین تو یه کاری کردی، طرف مقابل، حالا مثال دارم میزنم، و توی آوردن این کار عجز داشت، تو اومدی یه حقیقت بالاتری بهش نشون دادی، یه قدرت برتری بهش نشون دادی، بعد اون یعنی توجهش به تو میره، بعد تو میگی من کسی نیستم، هر چی دارم از اوست، مال اوست. خرمشهر رو خدا آزاد کرد. آفرین. یه دفعه آخه چهره مردم خیلی زجر کشیدن، اینا خرمشهر هم اشغال شده بود، خیلی محاصره شده بودن. بعد یه مرتبه یه قدرت عظیمی رو ما نشون دادیم جلوی این همه کشوری که داشتن به حزب بعث کمک میکردن و بعد اینا همه عقب نشینی کردن. حتی امام فهمیدن شما نبودین، خدا بود. این حالت معجزه است. این برای دو طرف خوبه. همون کسی که داریم بهش میگیم چون اون متوجه خدا میشه، نه متوجه من، میفهمه که همه چی از خداست. از اوست. آره. و هم برای من خوبه چون ما همه توی این شرایط وقتی قرار میگیریم، یه کاری میکنیم، در معرض تکبر و غرور قرار میگیریم که خودش باعث طاغوت شدن، یعنی عاملیه برای که ما رو به سمت و این بهترین تبلیغ توحیده. اگر انبیا اومدن بگن لا اله الا الله، هیچ کسی توی این عالم مؤثر نیست، همه چی دست خداست. الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. اوست که من رو سیر آب میکند، اوست که من رو از گرسنگی ها نجات میدهد، اوست که من رو از بیماری ها نجات میدهد. خب بعد یه قدرتی نشون بدیم دیگه به مردم. بعد قدرت خدا رو به واسطه معجزه نشون میدادن انبیا. مردم گفتن راست میگه، همه کار اوست. اینا کی بودن؟ ما همش از اینا میترسیدیم. حالا همینو که گفتم، آروم آروم میخوام وارد فضای معجزه بشم. بذاریم با یک روایت زیبا از امام هادی براتون بگم که کاملا نور بیاد تو خونه هامون. یه نفری هست به نام ابن سکیت. ابن سکیت استاد عربی فرزندان متوکله. همینجا ایرانی های عزیزی که دارین صدای منو میشنوید، افتخار بکنیم به مکتب که ما توش رشد کردیم. اون چیه؟ خدا رحمت بکنه شهید مطهری، میگه خدمات متقابل اسلام و ایران. یعنی اسلام ما رو رشد داد، بعد ما چون استعدادمون زیاد بود، ما اسلام رو خیلی ترویجش کردیم، عالمگیرش کردیم. ببین تو کاخ متوکل استاد عربی بچه های متوکل ابن سکیت خوزی دورقیه، خوزستان خودمون. دورق یه منطقه در شادگان امروزی درسته. که عبابافی اونجا خیلی شهرت داشته از قدیم. آقای ابن سکیت توی کاخ متوکل استاد بچهای متوکله، از یاران خوب امام هادی و امام جواد علیه السلام تقیین. آقا متوکل بهش میگه که بچهای منو بیشتر دوست داری یا بچهای امیرالمؤمنین؟ گفت چه سوالی کردی؟ قنبر غلام امیرالمؤمنین رو بیشتر از بچهای تو دوست دارم. همونجا به شهادت رسید این جوان شجاع دانشمند ایرانی. خدا رو شکر که اسلام ما رو اینجوری تربیت کرد، اسلام ما رو مقاوم تربیت کرد. ایشون میرسه خدمت امام هادی، میگه آقا من یه سوال دارم. سوالش دانشمندان است. میگه آقا جون چرا انبیاء الهی معجزه هاشون با هم متفاوت بود؟ مثلا معجزه حضرت موسی اژدها کردن عصاست، معجزه حضرت عیسی زنده کردن مرده ها و بیماری های صعب العلاج رو شفا دادن. سنخ معجزه پیغمبر اکرم معجزه کلامی بیانه. امام هادی علیه السلام با یه جمله بسیار دقیق که الان این اصل بحث منه فرمودن کان غالب علی اهل زمانه،
یعنی جبهه طاغوت یک چیزی رو توی زمان زیاد ترویج میکرد تا مردم به واسطه اون شیفته جبهه طاغوت بشن. ببین همه دهناشون بود وای اینه، پس ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. ببین اون چیزی که جبهه طاغوت کاری میکرد که مردم مستضعف احساس عجز بکنن. پس الان فقط از رسانه استفاده نمیکنه، اون موقع هم مثلا از آفرین، دقیقاً داری به یه چیزایی که میخواستم آخرش برسم رسیدی. دقیقاً اونها از رسانه مناسب با زبان خودشون استفاده میکردن تا مستضعفین و ترسوهای عالم احساس بکنن وای ما هیچ قدرتی نداریم، همه کار اینا هستن. مثلا زمان حضرت موسی سحروا اعین الناس، با شعبده بازی اینا گفتن این چه قدرتی داره. ببین اینا برداشتن این طناب رو جیوه اندود کردن، بردن توی سایه، بعد یه دفعه ریختن تو آفتاب. بعد این آفتاب که به جیوه ها خورد، این طنابا تصور شد که دارن حرکت میکنن. این انقباض و انبساط جیوه بود. الان بچه‌ای که تو خونه هستن آزمایش رو تو مزی کردن. خب بعد اینا دیدن طنابا دارن میگن این میتونه قدرت داره طناب رو تکون بده. خیلی قشنگ. نمرود و اینا ببین تفکرشون چجوری بود. نمرود به حضرت ابراهیم گفتش که خدای تو چیکار میکنه؟ گفتش که خدای من یحیی و یمیت، خدای من مردار رو زنده میکنه، جان رو میگیره. گفت انا احیی و امیت، گفت منم این کارو میکنم. ببین اینا همش میخواستن یه کاری بکنن که بگن جبهه حق یه قدرت هایی که ما داریم اونا ندارن. اصلا کاری که خدای جبهه حق انجام میده ما بهترش رو انجام میدیم. اصلا خدای جبهه حق رو نمیشه دید، ما رو که میتونن ببینن. ببین آروم آروم میخوام بیان اونا رو متوجه بشین. لذا بعضی از جاهل‌های بنی اسرائیل اومدن به موسی گفتن اجعل لنا الها کما لهم آلهه. ما یه خدای ملوسی میخوایم که ببینیمش، حسش بکنیم، بغلش بکنیم. حالا انبیا میان چیکار میکنن؟ قدرت‌هایی رو از جانب خدا نشون میدن تا مردم متوجه بشن اون کاری که جبهه باطل کرد دروغ بود. امیرالمؤمنین میفهمد توی حکمت نهج البلاغه میفهمد از اون قسم شما کام حکمت 314 از اون قسمتی به دشمن ضربه بزن که از اون قسمت ضربه خوردی، تو هم به همون قسمت بزن. ببین مثلا اونا شعبده بازی میکردن، مردم گفتن وای. حالا حضرت موسی حقیقت شعبده رو نشون داد. این عصایی که چوبی که قرار بود طی زمان تبدیل به مار بشه، بره تو خاک و گیاه بشه و مار بخورتش و بچه مار بشه و این حرفا، زمان برداشته شد یه باره عصا واقعا شد مار. ببین واقعا شد مارا، شعبده بازی نیست. مردم گفتن یه 4 تا طناب بود تکون خورد، این واقعا شد مار. توجهشون رفت به حضرت موسی. ما زمان پیغمبر بر حسب اقتضاد اونجا بحث ادبیات و مثلا اینا مطرح بود. معجزه پیامبر باید کلام می بود. دقیقاً تا دست حاکمان اونم از یه فردی که سواد نداشت و امی بود و اینا. نگار من که مکتب نرفت کاری کرد که اون حاکمان طاغوت بگن گوش چوب پنبه بزنید تو گوشتون، کلمات اینو نشنوید، این کلمات قدرت ما رو ضعیف میکنه. چه تأثیری داشت قرآن کریم. و تو روایت داره که وقتی حضرت موسی این عمل رو از جانب خدا انجام داد، مردم گفتن فرعون رو نگاه کن چه هول کرده، آب روش رفت، دست جبهه طاغوت رو شد. اون که میگفت انا رب النیر انا ربکم الاعلی نتونست خودشو کنترل بکنه. مردم همه ابهت و هیمنه طاغوت براشون ریخته شد. اومدن به سمت موسی. فهمیدین معجزه یعنی چه؟ آروم آروم متوجه میشیم معجزه کاملا در راستای اون اهداف انبیاست. دقیقاً. یعنی نجات انسانها از اون هیمنه طاغوت و نشان دادن قدرت و عظمت خدا. وقتم تموم شد، وگرنه میشد خیلی صحبت کرد، چون الان داره این معجزه اتفاق میفته تو منطقه غزه. باریکلا طوفان الاقصی. خواستم این مثالو بزنم دیگه. چون اتفاقا میگم من یه بار تو همین برنامه گفتم، فکر میکنم یه فعال رسانه‌ای خود صهیونیست میگه که همه کشورهای دنیا یه طرفن، یه گروه نه یه کشور یه طرفه، بعد این گروه پیروزه، اینا هنوز نتونستن پیروز شن، این یعنی خدا اینور وایساده. دست شما درد نکنه. خیلی استفاده کردم ان شاء الله این بحث رو جلسات بعد به شرط تایید ادامه میدیم. اصلا وقت نیست، مراقب خودتون باشید. التماس دعا یا حق